سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه پاسخها از تاجیکستان به فتوای جهاد علیه حکومت برای منع حجاب، منصب نو شاروخ سیدزاده و دیگر تغییرات کادری خیلی وزنین در وزارت کارهای داخله. 13 سال حکم زندان یک تاجیک با جرم قصد حمله در بازار شهر نوینومیسک. باز دو نفر هنگام آببازی در سیردریا غرق شدند و اکنون تفصیلات خبرها. طور به نظر می رسد اونچور کوتاه‌فکرانه منع حجاب به یک مسئله بین المللی تبدیل یافته مقامات تاجیکستان را در روبروی موج انتقادها از خارج در یک حالت خود دفاعی قرار داده است. در پس منظر این موج انتقادها بنا به خبرهای رسیده ریت‌های ضد حجاب و ریش را در تاجیکستان فعلا منع کردند و اینک چند روز باز در تاجیکستان معرکه گسترده با تبلیغ اینکه منظور قانون قبول شده در اصل منع حجاب نبود جریان دارد. روز جمعه 7 یونیو سال 2024 باشد موضوع خطبه های نماز جمعه در تمام مسجدهای تاجیکستان نیز همین بود. تلقین به مردم که هدف مقامات از قبول آن قانون تبلیغ لباس تاجیکی بود، نه منع حجاب، و انتقاد از طالبان و روحانیان افغانی که به دلیل منع حجاب جهاد را به ضد حکومت تاجیکستان فرض دانستند. این همه ماجرا از آن آغاز یافت که گروه‌های گوناگون مذهبی روز 31 مای را روز حجاب و اعتراض به منع آن در تاجیکستان اعلام کردند و روز جمعه گذشته در چندین مسجدها در خارج از جمله در ترکیه و افغانستان روحانیان خطبه نماز را به همین موضوع بخشیده از عملکرد مقامات تاجیکستان با لحن تند انتقاد کردند. چندین روحانی صاحب منبر افغان از جمله احمد فیروز و عبدالقادر حامی در موعظه های خود اعلام کردند که اگر حکومت تاجیکستان از منع حجاب دست نبردارد جهاد علیه آن برای همه فرض می شود. چندین امام ترک نیز روز جمعه گذشته در مسجدها به همین مضمون صحبت کردند، ولی از بس که صحبت‌های احمد فیروز و عبدالقادر حامی به زبان دری بود و برای تماشابین‌هایشان در تاجیکستان نیاز به ترجمه نداشت، محض آنها هدف اساسی تنقیدها از تاجیکستان قرار گرفتند. هدف دیگر انتقاد عبدالحمید خراسانی، یک فرمانده طرفدار طالبان از میان تاجیکان پنجشیر بود که او بلافاصله بعد شروع ریدهای ضد حجاب در تاجیکستان تهدید به آغاز جهاد به ضد حکومت تاجیکستان کرده بود. معرکه گسترده با انتقاد از این روحانیان افغان برای دعوتشان به جهاد علیه حکومت تاجیکستان در اول با جلب نیروی فابریکه جواب یک نهاد تبلیغاتی کیا فراموش شده و بیکارخوابیده نزدیک به مقامات امنیتی بر او انداخته شد، ولی در جمعه تاثیر چندان به جا نگذاشت و طوری به نظر می رسد به این دلیل سر از روز 6 ایون توپخانه های وزنین یعنی روحانیان شناخته تاجیک به مثل حاجی میرزا، دامولا عبدالرحیم قزاقانی و دامولا صوبت الله را به این معرکه جلب کردند. این سه روحانی معروف با نشر ویدیوی علیحده توسط کانال های مربوط به فابریکه جواب از روحانیان افغان و طالبان بولن خیلی تند و گاه حتی با استفاده از الفاظ قبیح انتقاد کردند. چون این به نظر می رسد که سخنرانی های آنها با مقامات امنیتی ظاهرا از پیش هماهنگ شده بود، چون که هر سه تقریبا این حرفا را می زدند و اعلان جهاد به ضد حکومت تاجیکستان را دعوت با طالبان هماهنگ شده خونده احمد فیروز و عبدالقادر حامی را به خدمت به طالبان ایبدار می کردند و از آنها این سوالها را می پرسیدند که چرا به ضد رونق گرفتن لیفوتگری و بچه بازی در افغانستان مبارزه نمیبرند، چرا با قاچاق مواد مخدر در کشور خود اعلان جهاد نکردند و حالا با امر طالبان مردم را به جهاد ضد حکومت تاجیکستان دعوت میکنند. همین طرف در تلویزیون تاجیکستان برنامه را با دعوت سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و یکی از تشبسکاران قانون منع حجاب و مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده تشکیل کردند که در آن برنامه نیز تلاش کردند تا به مردم تلقین کنند که منظور مقامات از واردات، فروش، ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جای‌های جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها، ولی منع حجاب نبود. تحلیلگران به سمت عموم تغییر در شیوه برخورد مقامات به مسئله از جمله متوقف ساختن ریدها
با وادار کردن زنان و دختران حجاب پوش به بستن توجکه، بستن روی مالشان و از منبر تلویزیون شخصا در پیش مردم توجیه کردن تشبسشان از سوی مؤلفان این اونچور را قدم‌های مثبت می‌شمارند و می‌گویند وقت است که این قانون هنوز به اجرا ندرآمده بیکار کرده شود و آنهایی که پرزیدنت و حکومت را با چنین ایده خام و بی‌فکرانه پسته کردند و در یک حالت ناگوار قرار دادند جواب عملشان را بدهند. منابع آگاه نزدیک به حکومت تاجیکستان به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که قرار است روز 7 یونیو سال 2024 در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک سلسله تغییرات کادری به تعبیر همصحبت بامداد خیلی وزنین صورت بگیرند. به گفته منابع از جمله در موافقه با پرزیدنت امامعلی رحمان قرار است چندین رهبر بلندپایه ساختارهای وزارت کارهای داخلی با شمول سرداران ریاست‌های کارهای داخلی ولایت سوخت، شهر دوشنبه، گروه نویاهای وادی رشت و نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه و قزاقستان همچنین سردار ریاست کوفتکوف جنوبی وزارت کارهای داخلی طبق رتاتیا عوض کرده شوند. یک همصحبت بامداد خبر داد که گنرال مایور 37 ساله شاروخ سیدزاده که از سال 2017 اینک 7 سال باز سردار ریاست کوفتکوف جنوبی بود طبق رتاتیا ترک این مقام میکند و به جای گنرال مایور حمیدزاده باروتالی پرتوف سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه تعیین خواهد شد. حمیدزاده از فوریه سال 2022 سردار ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه بود. به کدام وظیفه گذاشتن گنرال 57 ساله حمیدزاده هنوز معلوم نیست، ولی قرار است روز 7 یون همراه او سرداران شعبه های کارهای داخلی همه 4 نویای پایتخت نیز عوض کرده شوند. و پایگاه خبری بامداد هنوز میسر نشده است که به کدام وظیفه دیگر گذاشتن گنرال مایور عبدالله نوجوانوف و گنرال مایور وهابزاده بهادر که تا امروز رهبر ریاست‌های کارهای داخلی ولایت سوخت و منطقه رشت را به عهده داشت معلوم کند. این هم هنوز معلوم نیست که به جای آنها کیا به رهبرهای ملیت سوخت و رشت تعیین میشوند. وزارت کارهای داخلی یکی از ساختارها از همه بزرگ و مهم در ترکیب نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به شمار می رود. در این وزارتخانه 10,000 میلیت خدمت می کنند. رهبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را از سال 2012 گنرال پلکوونیک رحیمزاده رمضان در دست دارد. یادآور می شویم ماه ینور سال جاری پرزیدنت امامعلی رحمان رهبران تمام نهادهای قدرتی و حفظ حقوق ولایت قتلام و منطقه کولاب را با جمع معاونهایشان به سبب وجود مشکلات و کمبودی‌های زیاد در فعالیتشان از منصب‌ها آزاد کرده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه یک شهروند تاجیکستان را با جرم قصد انجام ترکش در بازار شهر نوینمیسک استان ستاوروپول به 13 سال زندان محکوم کرد. دادگاه رو در عضویت در سازمان تروریستی، آمادگی به حمله تروریستی و غیر قانونی آماده کردن مواد ترکنده گناهکار شناخت. با حکم دادگاه این شهروند تاجیکستان 3 سال اول حکمش را در زندان پوشیده و 10 سال باقی مانده‌اش را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. خدمات مطبوعات ریاست فسب استان ستاوروپول روز 6 یونیو سال 2024 در شرح این پرونده گفت معین کرده شد که گم مرشونده به عضویت سازمان بین المللی تروریستی در روسیه ممنوع پیوسته نقشه داشت که ماه می سال 2023 با روی ترکش در بازار نوینومیسک حمله تروریستی انجام بدهد، ولی او نقشه خود را عملی کرده نتوانست چون که کارمندان فسب فعالیت غیر قانونی او را آشکار کردند. فسب افزود که هنگام کوفتکوف از محل زیست او موادی که میتواند برای ساختمان بمب استفاده شود یافت شد. این شهروند تاجیکستان که نه نامش و حتی سن و سالش نشر نشده است هنوز در بهار سال 2023 دستگیر شده بیش از 1 سال باز در حبس قرار دارد. خود او و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. معلوم نیست که آیا او در جریان تفتیشات و مرافعه دادگاهی به ادوکات دسترسی داشت یا نه. حکم این شهروند تاجیکستان هنوز قوه قانونی نگرفته است، ولی معلوم نیست که آیا او از حکمش شکایت خواهد برد یا نه. فسب روسیه دائم درباره بازداشت مهاجران تاجیک با اتهام آمادگی به حمله‌های تروریستی در منطقه‌های گوناگون این کشور از نام سازمان‌های بین المللی تروریستی اساساً از نام داعش خبر می‌دهد، ولی حامیان حقوق میگویند در بسیار موردها چنین پرونده‌ها ساخته و یا حداقل از سوی خود کارمندان فسب تحریک داده شده، یعنی سنی بوده. به این وسیله مقامات ویژه روسیه میخواهند به طور سنی
از حساب مهاجران بی‌حقوق نتیجه های خود را در عرصه مبارزه با تروریسم از بودش زیادتر نشان دهند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 6 ایون سال 2024 باز دو نفر هنگام آبازی غرق شدند. بنا به اطلاع این نهاد روز 6 ایون سال 2024 ساعت 14:10 دو نفر 16 ساله از جماعت به نام حیدر عثمانوف نویه باباجان غفوروف ولایت سوخت هنگام آبازی در یک مکان برای آبازی ممنوع در دریای سیر غرق شدند. در نتیجه راه اندازی عملیات جستجو جسدهای هر دو نفر را بعد یک ساعت 15:10 پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می نویسد تحلیل حادثه های ناخوش غرق شوی نشان می‌دهد که یک سبب عمده هلاکت آدمان در آب این آبازی کردن آنها در مکان‌های برای آبازی نامناسب و حتی ممنوع، همچنین ندانستن قاعده‌های آبازی کودکان را به نظارت ماندن والدان است که این همه خنک نظری با بهای حیات انسان‌ها تمام می‌شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان نورسان غرق شده بار دیگر از شهروندان و مهمانان کشور خواسته است که در لب آب و درون آب خیلی هوشیار باشند، نسبت به بیخطری خود فارغ بالی نشان ندهند و قاعده‌های بیخطری را در آب رعایت کنند. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بود. بر اساس آخرین آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده امسال تا سحنه 3 ایون سال 2024 در تاجیکستان اندکی 52 نفر از جمله 21 نابالغ جان خود را از دست دادند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک حالت کشتار برادر از دست برادر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی از ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 52 ساله ساکن شهر اسفره با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شب 4 به 5 ایون سال 2024 در حالت مستی در خانه استقامتیش با برادر 56 سالش جنگ و جنجال نموده با زغنول بر سر و روی او یکچند مراتب زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه نشر نشده است. اهل این عائله که شاهد چنین جنجال خونی برادر با برادر شدند برای شرح حادثه دسترس نیستند. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 3 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد و او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. جامعه شناسان افزایش جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام میبرند. شب 2 ایون سال 2024 تقریباً ساعت 21:30 автомашина تمغه مرسدس بنز تحت اداره محتاجف عبدالله سال 1962 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت بارای کوچه جامی از سمت کوچه برباد به سمت کوچه نبی شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد سفر و منیره سال تولدش 1988 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد سفر و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده 4 ایون سال 2024 به هلاکت رسیده است. همچنین شام 4 ایون سال 2024 تقریباً ساعت 21:30 راننده автомашина تمغه دیوتیکو پنجیو بهادر سال تولدش 1993 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت نور وخش به سمت جماعت دیوت دیخونوباد امین نویه دوچرخران پریموف بختیار سال تولدش 1966 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران پریموف به سلامتی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 30 ساله ساکن شهر اسفره با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده سال 2021 با روی فریب به باوری
مرد 45 ساله ساکن شهر گلستان در آمده از او مقدار زیادی میوه خشک زرد آلو را به مبلغ 300,000 دلار امریکایی طریق غیر نقدی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را به پررگی برمیگرداند، اما نامبرده از این مبلغها 235,000 دلار امریکایی را داده، باقی مانده مبلغهایش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.